وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد مصطفى وعلى آله وأصحابه على نبينا محمد مصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس امروزه لفظ الله، یعنی درست تلفظ کردن لفظ الله را انشاءالله آغاز میکنیم. کمی انتظار میشویم تا دیگر برادران هم پیوست شوند. و علیکم السلام. انشاءالله از این روز آغاز کرده درس های تجوید که سر کرده بودیم دوام میدهیم انشاءالله. آن شخصانی که در درس های اشتراک داشتن میدانند و آن شخصانی که در درس های اشتراک نداشتن میتوانند درس های مختصر را که در پلیلیست هست از آنجا دیده برایم. در یوتیوب در پلیلیست هست. سوال عاید تجوید باشد، عاید درس باشد مرحمت. سوال ها عاید درس تجوید باشد مرحمت. خاطررسان میکنیم که ما با شما از کتاب تجوید قاعده های قرآن، از این کتاب درس را آغاز کرده بودیم و قاعده های حرف های استعلا، حرف هایی که غوص خوانده می شوند آن را گذاشتیم. بعد از وی قاعده های حرف قلقله را گذاشتیم. بعد از وی قاعده نون سکون را گذاشتیم که 4 قاعده داشت و قاعده مدها را هم اینچنین گذاشتیم. و درس امروزه طرز درست خواندن لفظ الله می باشد. پروین شایف سوال دادن که کسی که قرآن را به مد به فکرم به مد کشیده میخواند آیا گناهکار میشود؟ اینه که کسی که قرآن را به تجوید میخواند آیا گناهکار میشود؟ دانستن علم تجوید یعنی که قرآن را با تجوید خواندن برای هر یک شخص مسلمان واجب است. یعنی که باید حرکت کرده با تجوید بخواند. آموختن درس تجوید واجب است. به همین سبب اگر به یگان اساس، یعنی که در جایی که زندگی میکنه درس بود، درس گرفتن میشد، نرفته با پیش یگان استاد نرفته درس نگرفتید، بله این گناه است. و اگر شرایط نبود، شرایط خواندن نبود یا که درس ها نبودن، در این حالت هم یکی بخشنده چی گویم، یعنی که آموختن درسی تجوید تا آن جایی که انسان آموخت و
اینه که با قدری استطاعتش، با قدری که تواناییش تلفظ کرد حرفا رو با قاعده تجوید، واجب است. اینه که بله، سوال شما این است که اگر به قاعده تجوید خواندن، بله، به تجوید خواندن گناه است. برای همین آموختن علم تجوید به هر یک مسلمان واجب است. حتی در بعضی کتاب ها میگویند که در علم تجوید عملا دانستنش، یعنی قرآن رو با تجوید خواندن فرض است و اینه که تئوریش رو دانستن فرض کفایه است، ولیکن پرکتیکش رو، یعنی که در عملی دانستن فرض عین است به همه مسلمان ها. که هر مسلمان باید حرکت کند قرآن را با تجوید خواند. الحمدلله امروز برای آموختن اگر شرایط نداشته باشد به یک جا رفتن، خوانند شیشته می توانید درس تجوید را از کانال ها، از یوتیوب بسیار کانال ها است، از آنجا گرفته تماشا کرده تجوید را آموزید. اگر حداقل نتوانید، یعنی که به استاد نفهمید چیزی که میخوانید علم تجوید را، می توانید سوره ها رو گوش داده، یک سوره ها رو از قاری هایی که قاری مشهور بسیار هستند در کانال ها، در یوتیوب ها، در پریلژینی ها هستند بسیار، می توانید از آنجا گوش کرده سوره هایی که در نماز میخوانید اصلاح کنید. این سوره فاتحه رو از محمد خساری گوش کرده اصلاح کنید. برای خاطر محمد خساری بسیار آهسته میخواند و آن را گوش کرده و اصلاح کنید. و اینچنین سوره های اخلاص، فلق، ناس، آن سوره که از یاد میدانید، همان سوره ها را گوش کرده اصلاح بکنید. این حد اقل اگر یگان جا رفته نتوانید. ولی اگر یگان جا رفته توانید، بهتر است که رفته از استاد درس بگیرید. سوالی که شما دادید، شیطان از آتش خلق شده است، پس در جهنم چه خیل می سوزد؟ این سوال رو به یکی از عالمان دادم. آن عالم یک کلوخ را گرفته بر سر سوال دهنده زد. وقتی سوال دهنده گفت برای چی این را به سر من زدی، این عالم گفت که تو که از خاک آفریدی، من به خاک تو را زدم. اینه که درد کرد، گفت که بله، شیطان هم این چنین از آتش آفریده شده بود و این چنین با آتش عذاب داده می شود. این سوال ها را نباید مسلمان ها بدهند. شخصی که ایمان کامل دارد به قیامت و به دوزخ و به عذاب دوزخ، این سوال ها را نمی دهد. انشالله درس را آغاز میکنیم. درم پیوست شده هستم. درس را آغاز میکنیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی نبینا محمد مصطفى. کلمه الله درس را آغاز میکنیم. انشالله بعد از درس به سوالهای شما جواب میدیم. کلمه الله، طرز درست خواندن کلمه الله. در اول یک چیز رو به شما بگویم که حرف لام در زبان عربی همه وقت که باریک خوانده می شود. در زبان عربی همه وقت حرف لام باریک خوانده می شود بجز کلمه الله. در کلمه الله حرف لام غفص خوانده می شود
اگر پیش از حرف الله فتحه یگان حرف با فتحه یا با ضمه آید. بار دیگر تکرار میکنم. اگر پیش از حرف الله یگان حرف با فتحه یا با ضمه آید، همین حرف لام کلمه الله که تشدید دارد، اینه که دو تا حرف لا، همین حرف لام غفظ خوانده می شود. مثال رسول الله، رسول الله، رسول الله. مثال دیگر ان الله، ان الله، ان الله. ببینید حرف لا را ما غفظ خواندیم، ان الله نگفتیم یا رسول الله نگفتیم، رسول الله، ان الله. یا که دیگر آیت ها، مثال آیت الکرسی الله لا اله. ببینید که مثال یکم پیش از حرف لام کلمه الله بودگی ضمه آمد، به همین سبب این حرف لام را غفظ خواندیم، رسول الله. مثال دوم پیش از لام حرف الله حرف نون با فتحه آمد، به همین سبب حرف لام را غفظ خواندیم، ان الله، ان الله. اگر ان الله بخواند این خطا است، ان الله، ان الله، ان الله معنا. یا که در سوره اخلاص قل هو الله احد، یکی قل هو الله، حرف لام غفظ خوانده می شود. سوال دیگر در کدام حالت حرف لامی که در کلمه الله است باریک خوانده می شود؟ در یک حالت، هر وقتی که کلمه الله آید و پیش از کلمه الله یگان حرف با کسره آید، حرف لامی که در کلمه الله است باریک خوانده می شود. مثال یکم بسم الله، بسم الله. ببینید پیش از کلمه الله کسره هست، کسره آمد، حرف لامی در لفظ الله بودگی را ما باریک خواندیم، بسم الله. اگر ما بسم الله خوانیم این خطا است، چنانه که اکثریت مردم ما که با لهجه ما میخوانند بسم الله الرحمن الرحیم، این خطا است، بسم الله الرحمن الرحیم. طرز درستش این است که بسم الله، بسم الله. مثال دوم لله. ببینید پیش از حرف لام کلمه الله بودگی حرف لام دیگر، لام پیشی با کسره آمد، همین سبب میخونیم لله، لله. اگر لله خونیم، لله، این خطا است، لله میخونیم، لله. این آیت ها هستند لله ما فی السماوات و ما فی الارض، لله. تکرار بکنید لله. یکی حرف لام الله بودگی رو باریک میخونیم. یکی بالله، بالله. یکی بالله. ببینید حرف لام الله را به سبب کسره که پیش از آن آمده باریک کرده میخونیم، بالله، بالله. اگر بالله خوانید بالله این خطا است، بالله این خطا است، بالله. این بود درس امروزه که به نهایت درس آسان است، فقط این که اعتبار دادن در کار که پیش از
лафзи Аллоҳ фатҳа ё дамма ояд, ягон ҳарф бо фатҳа ё бо дамма ояд, лом ғафз хонда мешавад. мисол расулуллоҳи инналлоҳа. агар пеш аз лафзи Аллоҳ ягон ҳарф бо касра ояд, ломи ҳарфи лафзи Аллоҳ будагӣ борик хонда мешавад. мисол бисмиллаҳи гуфтем, биллаҳи лиллаҳи. ин аст қоидаи имрӯза. бениҳоят қоидаи осон аст, фақат ин ки вақти хондани Қуръон камтар эътибор додан дар кор. яъне ки он ҳаракатҳое ки дар боло меоянд, фатҳа яъне ки а ва дамма у, пеш аз лафзи Аллоҳ мо ломро ғафз карда мехонем. ва он ҳаракате ки дар таҳт меояд, касра и, ломи ҳарфи Аллоҳро борик хонда мехонем. ва дар дигар ҳолатҳо ҳама вақт ҳарфи лом борик хонда мешавад. ки аксарият мо тоҷикон ҳарфи лоро ғафз мехонем. алҳамдулиллоҳ мегӯем, не, бояд хонем. алҳамдулиллаҳ. яъне ки қул не, қул ҳуваллоҳу аҳад, аллоҳу самад, лам ялид. ки борик хонда мешавад. ҳарфи лом дар дигар калимаҳо ҳама вақт борик хонда мешавад. фақат дар лафзи Аллоҳ агар пеш аз калимаи Аллоҳ фатҳа ва дамма бошад, ғафз хонда мешавад. ва агар пеш аз калимаи Аллоҳ касра ояд, борик хонда мешавад. ин буд дарси имрӯза. агар саволҳо оиди дарс бошад, бисмиллаҳ, савол бидиҳед. оиди дарс агар саволҳо бошад, марҳамат, як 5 дақиқаи дигар вақт доред, метавонед саволҳо оиди дарс бошад бидиҳед.